دندون از این به بعد از این لحظات دیده بشه جز خنده حساب میشه. من گفتم تمام، بریم به صورت جدی ادامه بدیم. سلام، خیلی مخلصم که همتون حامد تبریزی هم. مرسی که من از صفحه خودم دارین نگاه میکنین. قراره یه ویدیو جدید. سلام اینجوری سلام. مهران هستم، خیلی خوشحالم. مهران عزیز رو در تصویر داریم. قراره امروز یه ویدیو جدید بزنیم و اینکه مجازات ورزشی داریم. تنبیه تشویق هم حساب میشه، یکم ورزش کنیم حال روحمون بهتر بشه. اگه من ببازم 100 تا شنا، اگه تو ببازی 5 دقیقه رو دستات باید وایسی. نمیتونم 100 شنا رو بدم. میشه ولی 5 دقیقه رو دستات وایسی باحال‌تر، جذاب‌تر. سعی میکنم که فرست. خب بریم. امیدوارم که دیدن این ویدیو خوشتون بیاد. تو طول مسیری که با هم دیگه هم مسیری ما نمیخندیم، شما بخندید. امیدوارم که خنده به شما انرژی بده که یه روز خفنی داشته باشید. میدونستی وقتی میخندی جز عمرت حساب نمیشه؟ یه فرق میستیش برلا فورن مهم نیست، یعنی برام مهم نیست این اتفاق، چون من در لحظه زندگی میکنم و سعی میکنم همیشه بهم خوش بگذره، حتی بدترین اتفاقا رو به بهترین شکل واسه خودم جذاب‌ترین اتفاق زندگیم تبدیلش میکنم تا اون لحظه‌ای که اصلا بهم خوش بگذره. همه این حرفایی که میزنم تو عمل شاید یه چیز دیگه باشه. دوست دارم الان به شما انگیزه و انرژی بدم. ما که ندیدیم. نه خیلی مخلصیم. بریم 3 2 انتظاری که موزیک زنده کافه ها داریم از موزیک زنده کافه ها. واقعا خنده‌دار نیست، خیلی خوب داره میرقصه. خیلی قشنگ میتونم برقصم. ای جون دندون از این به بعد از این لحظات دیده بشه جز خنده حساب میشه. من گفتم تمام، بریم به صورت جدی ادامه بدیم. 100 تا شنا دندون دیده بشه جز خنده است. ببندیم دهنمون رو بریم. جیگرشو خیلی گوگوله، خیلی گوگوله دیگه. چو مای بیبی داری بابایی بابا میگه قرض رو به خاطر کی دادی؟ میگه به خاطر کی قرض دادی؟ میگه به خاطر خدا. میگه برو هم از خدا بگیرن قرضت. یارو پولشو میخواست که پول از خدا بگیر. جمله سنگین بود. من براش اصل بودم اما اون خانه اصل دوست داشت. یکی از مشکل داره اینه. اینجا بچه جیب جون داره این کار را میکنه. حتما جون داره. عشقم رو با تو دیگه قسمت نمی کنم من. جدیه؟ دل سیاهه عادت نمی کنم من. دیر اومدی خیلی دیره، جای دیگه دل اسیره. دوستمون رو باید بیاریم. خندید. دیدمت نگاهت عاشقانه بود، از گذشته تا نشانه بود. سلام تو شنیدم، نگاه عشق رو دیدم، اما دلو نرسیدم با تو ندیدم. دن میرمدی خیلی بچه باید تا چلو امید چی داره میخونه؟ آفرین. خب اینو از این سایل بغل داریم میخوای بشورم سرتون رو. آره زنم بشور. نه شما زمان میده، شما بشور من دارم میشورم. یکیچ
You have to get the right angle. سلام علیکم. چرا کوچیش ما آسفالت نشده؟ این کوچه بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی شما و خبرنگاران محترم، خدمت ریاست محترم جمهوری اسلامی پایگاه مقاومت، خدمت شهردار گرامی و شهرداری شهرستان زرند و با عرض سلام خدمت خانواده های معظم شهدا، مفقودین، جانبازان، عیسایگران و عرض سلام خدمت تمام نیروهای پایگاه مقاومت و عرض سلام خدمت شورای شهر، شورای روستا و دیاری روستای نعیم‌آباد و با عرض سلام خدمت شما. من مال کوچی نیست. خدا لعنتت کنه. یه ساعت دارم گوش می‌کنم. یه چیز جالبی واسهتون کشف کردم. شما وقتی بعد دستشویی خاموش کنید همچین صدایی میشنوید؟ ببین بنزین زدن همش خنده داره. همش خنده داره. من نمیخوام 100 تا شنا رو برم. به خدا خودم دارم به زور میگم. این همونیه که میگم بهروز وقتی داداشم بیاید تو اتاقم. پاکو مورد هجوم یکی از بومیان جزیره قرار گرفت. پاکو میگوید بومی به دنبال روز. پاکو خداحافظی کرد. پاکو برو گم شو بیرون، قدم دیگه تو این جزیره نذار. وقتی من تصمیم میگیرم ورزش کنم، حالا این منم دقیقا 3 2 2 هیچ. هاشم مرده. هاشم مرده. شما خودتون ناراحت نکنید. مرد دیگه. فدا سره. خدا. این عکسش هم نگاه ماهاش رفته چیز کرده. من خواستم بخندم واقعا باختم. واقعا خیلی خوب بود این آخریه بچه‌ها. واقعا فکر کنم 4-5 آیتم می‌خواستم جر بخورم، خودمو به زور فکر کردم به چیزای خیلی بد. واقعا حال نداشتم 100 تا شنا برم. این خنده حامد مثل گل دقیقه 90 من بود زدم، ولی واقعا فایده نداشت. من الان برام دستم وایسم. واقعا خیلی جا باید میخندیدم ولی حال 100 تا شنا رو نداشتم. برو رو دستا. به قرآن خندیده بودی میگفتم مساوی شدی. برو دستا. هر موقع گفتم بیاد پایین. خوبه؟ اذیتش هم زیاد نکن. 2 1 خواهد بالا نمیاد؟ میاد میترسم تعادل من به هم بخوره چون تو گوش ماشاءالله داره. تمام تصویرتو نداریم ولی خب 5 دقیقه‌ای که گفته بودم اون نمیخواد. بیا پایین سلطان، بیا پایین. دمت گرم. بیا پایین چون خودم احساس کردم خسته کننده بود اگه زیادتر وایمیسادی. قیافم به نظر بنده حقیر که اندام نامناسبی فعلا دارم و همزمان دارم باشگاه میرم. اندام مناسب یک باعث میشه نشاط داشته باشی در روز، یعنی از خواب بهتر بیدار بشی و حال داشته باشی واسه هر کاری که میخوای بکنی، کسل نباشی. ورزش کردن رو میگم. اندام مناسب داشتن باعث بالا رفتن اعتماد به نفس شما برای هر کاری میشه. اگه میخوای با جنس مخالف صحبت کنی اعتماد به نفست 100 نیست 80. اگه میخوای با رفیقت ارتباط برقرار کنی اعتماد به نفست بالا. اگه لباسی میپوشی اعتماد به نفست بالا، چون هر لباسی بپوشی بهت میاد. و بین رفیقا و دوستا و عزیزات و حتی دشمنات جزء آدمای خاص زندگیشون هستی. میشه من یه حرف بزنم؟ بفرمایید. من اینجوری بهت میگم حامد، میگم وقتی که امروز توی باشگاه میذارید
همون وقتیه که توی سن بالا باید تو مطب دکتر بشینی، منشی واسه قیافه بگیره، بهت وقت نده، بری دکتر 1000 تا آمپول بده، 1000 تا قرص بده، با افسردگی بیای بیرون و کاسه چه کنم که ای بابا زانوم درد میکنه، چقدر حالم بده. عالی بود مثلا. امروز وقتی که برای باشگاه میذاری، گفتی امروز که میذاری. آره. یه دونه واسه من سیکس پک نشون بده و خداحافظی کنی. چون خیلی خجالتی هم نشون میدم اما خداحافظی میکنم. الان نشون ندادی. ولی خب من باشگاه میرم، اندام مناسبی ندارم، شکم و کپل دارم، آبش میکنم به زودی. 1-2 ماه بعد حتما یه فیلم و یه ویدیو، یه عکس لختی براتون میذارم از اندامم که مناسب شده باشه. خیلی مخلصم، سربازتونم، کوچیک همتون آماده تبریزی. مرسی که به من ارزش قائل شدید و به من نگاه کردین. فدای نگاه تک تکتون بشم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. میبینمتون بزودی.